درود به دوستان و همراهان کانال من. امروز میخوام در مورد این که چرا شما عضلات رشد نمیکنه یا به توقف در رشد عضلانی رسیدید. اول اینکه مبحث رو شروع کنم شما لطف کن برای من لایک و کامنت بذار و کانال ما هم به دیگران معرفی کنید. چند تا فاکتور امروز بهت میگم رعایت کن که به رشد حداکثری برسی. اول از همه تغذیه است که به ریکاوری تغذیه معروفه. شما بعد از تمرین باید چند تا ریکاوری رو انجام بدید که یکیش برمیگرده به تغذیت. شما مجازید که تا 1 ساعت بعد از تمرین یک مواد مغذی به بدنت برسانید، چه از لحاظ پروتئینی، چه از لحاظ کربوهیدراتی و چه از لحاظ فیبر، که برمیگرده به ساختار بدن شما که در چه مرحله هستید، در عضله سازی هستید، در کاهش وزن هستید. اینا فاکتوراش جداگانه است که در کلیپ های بعدی در موردش صحبت میکنیم. اما شما ریکاوری غذایی رو در نظر داشته باشید برای نکته اول، و اینکه قبل از تمرینم 8 ساعت قبل از تمرینم شما باید یک مواد غذایی مفید و کافی مصرف کرده باشید که در طی تمرین بتونید یک تمرین ایدئال رو برای خودتون بسازید. پس نکته اول شد تغذیه. نکته دوم برمیگرده به خواب کافی. اکثرا دارای خواب کافی نیستن و این امر باعث میشه که رشد عضلانی کافی رو نداشته باشید. خواب کافی هم معمولا میگن از ساعت 10 یا 11 شب به اون بر باشه تا 3 الی 4 صبح، که این خواب باید به صورت خواب عمیق باشه، نه خوابی که با فکر و خیال باشه، به قول من به حالت چرت باشه بیدار شید. به خواب عمیق فرو برید. این باعث میشه که باعث کمک به رشد عضلانی شما میشه. سومین موردم برمیگرده به فکر و خیال و استرس. شما هر چی بتونید فکر و خیال کم داشته باشید، استرس رو از خودتون دور بکنید، باعث رشد عضلانی میشه. من خودم این یکی رو واقعا تجربهشو داشتم. فکر و خیال و استرس نمیذاره شما به خوبی تمرین کنید و واقعا جلوی رشد عضلانی رو میگیره. مورد بعدی برمیگرده به مصرف دخانیات، چه سیگار باشه، چه قلیان باشه و چه موارد دیگر. اینا باعث میشن که ذخایر گلوکوژنی که قراره به بدن شما برسه رو دفع کند یا جلوگیری از ذخایر گلوکوژن کافی در بدن شما بشه، و این امر باعث میشه که در تمرین شما نتونید اون بازدهی کامل رو داشته باشید. پس مصرف دخانیات رو تا اونجایی که میتونید کم کنید یا اصلا مصرف نداشته باشید. و یه مورد دیگه هم هست، مصرف قهوه رو رعایت کنید. بی رویه استفاده نکنید، دیگه به بدن جواب نیست و بدن مقاومت رد میکنه دیگه مصرف قهوه رو. شما به اندازه قهوه مصرف کنید. اینم یک مورده. و مورد آخر مصرف آبه. شما مجازید در روز 4 الی 5 لیتر به بدن خودتون آب برسونید، و این امر در فصول مختلف هم متفاوته، چون در فصل گرما آدم تمایل داره آب بیشتری رو مصرف کنه، ولی تا میتونید آب کافی به بدن برسونید که باعث رشد عضلانی میشه. و این امرم در آقایان و خانم‌ها متفاوته در مصرف آب. معمولا آقایان بیشتر و خانم‌ها کمتر آب مصرف میکنن. پس این چند نکته رو، یکی شد تغذیه، یکی شد خواب، یکی شد استرس و فکر و خیال و مصرف دخانیات، و یکی دیگر هم مصرف آب. اینا رو حتما توی برنامه تمرینیت جا بذار، بگنجان که به رشد حداکثری عضلانی برسید. کانال ما رو به دیگران هم معرفی کنید. خسته نباشید. روز بخیر.